صادقانه بخوام بگم، بدون سانسور. بعد از 3 ماه که پیج رو زدم، هر ژانگولری که بگید در آوردم که راضیش کنم بیارمش جلوی دوربین. سحر خودتون معرفی کن. زیر لفظی میخوام. این هم یکی از اون سلام. ژانگولرها هست. خوب هستین؟ امیدوارم که هر جایی که هستین دلتون شاد باشه که داریم ما رو دنبال میکنیم. سحر هستم، خانم احسان. حدوداً تقریباً 13 ساله که داریم با هم زندگی مشترک داریم. سوالی هست من در خدمتم؟ آره، یکی این که اولا که وقتی اولین بار متوجه لکنت من شدی کی بود و چه احساسی داشتی؟ اولین بار همون اولین دیداری که همدیگر دیدیم تو دانشگاه متوجه لکنتت شدم. چون قبلش فردی رو ندیده بودم که دارای لکنت باشه. فردی رو دیده بودم که نمیتونه صحبت کنه یا به اصطلاح لال بوده، اما لکنت دار رو واقعا ندیده بودم. چه احساسی داشتم؟ یه فرد خیلی عادی مثل پسرای دیگه دانشگاه، گفتار یه مقدار گیر داشت رو کلمات یا حالت چهرهش مثلا تغییر میکرد زمان ادا کردن اون کلمات. تیک صورت تیک صورت. آره. واکنش خانوادت وقتی که اولین بار گفتی که حالا من اون موقع که اومدن خواستگاری و اونها متوجه شدن، واکنش خانوادت نسبت به لکنت من چی بود؟ صادقانه بخوام بگم، بدون سانسور. دوست ندارم سانسوری انجام بشه. واکنش قشنگی رو نگرفتم از خانوادم. نه به عنوان اینکه این فرد نقص داره، به عنوان اینکه دختر این خانواده داره با فردی ازدواج میکنه که پس فردا مرد زندگیشه، پدر بچهشه و داماد این خانواده هست. و تذکرات رو از پدرم خیلی دریافت کردم که حواستو باید جمع کنی در موقع انتخابت. من نکردن، ولی میخواستن که یه مقدار آگاهانه تر این انتخاب صورت بگیره و با مشکلاتی که قرار مواجه بشی در خانواده، در جامعه، آگاهانه انتخاب بکنی. ولی الان پدرت و حالا خانوادت یه جورایی قبول کردن و پذیرفتن و اتفاقا خیلی هم به نظرم حمایت کردن در خیلی هم مواقع. که تصمیم گرفتی آره، برای تو خیلی هم مواقع واقعا حمایت میکنن و حمایت هاشون رو دارن. میخواستم بگم تو این چیز به نظرت لکنت چی به زندگی ما اضافه کرده؟ مثلا چه چیزی، یا یه جور دیگه بخوام سوال کنم، لکنت من چه تأثیری به زندگی ما داشته؟ رو من سحر لکنت احسان اینجوری بوده که ببین چه اعتماد به نفس قوی داره، ببین چه عزت نفس بالایی رو داره و چقدر در این مسیر شکست خورده، مورد تمسخر قرار گرفته، اما همچنان استواره و قوی بودنش برای من بزرگترین درسیه که به عنوان نه فقط همسرم، به عنوان یک دوست، یک رفیق که تو زندگی من بوده این سالها، مهمترین چیزی که از فردی که دارای لکنت هست یاد گرفتم قوی بودنش بوده، تلاش و استمرارش تو هر چیزی بوده. پس سوال آخرم ازت بپرسم، به کسی که پارتنرش یا حالا همسرش لکنت داره چه توصیه میکنی که مثلا بتونه کمکش بکنه توی این مسیر سخته واسه حالا اگه راحته یا سخته خسته نشه؟ اصلا کلا توصیه‌ات برای کسی که توی این مسیر چی؟ خب احسان جان، من سوالتو باید اصلاح بکنم، چون فردی که انتخاب کرده یک شخصی رو که دارای لکنته از قبل باید اطلاعاتش رو داشته باشه و اگر نداره باید حتما بره دنبالش یا جستجو کنه تو کتاب ها. دیگه الان عصر تکنولوژی هست، یه سرچ ساده میتونه خیلی راحت همه چیز رو به آدم انتقال بده و کسب بکنه یه سری اطلاعات رو. اما به عنوان پارتنر وقتی شما میخواین با فردی ازدواج بکنید که دارای لکنته، اجازه بدین که با آرامش صحبتش رو بکنه، وسط حرفش نیفتن، کلمات رو کامل نکنن، حتما به نگاهتون نگاهتون بهش باشه، بهش نگاه کنید، احترام بذارید اون کلمات رو خیلی راحت‌تر ادا کنه و اون زمان رو بهش بدید. مرسی ازت. خواهش میکنم. متشکرم که اومدی بعد از 3 ماه. خیلی سخت برام. آره، حالا ان شاءالله
پادکست قول پادکست هم همینجا ازش میگیرم. آره واسه اولین پادکست همونم بسازیم. بعداً دلیل اینکه چرا سخت‌ترم قشنگ بهتون توضیح میدم. آره یه دلیل خیلی دلیلش اصلا 3 سال بود که من میخواستم این پیجو بزنم. دلیلش حالا بعد میگه که چی شد و چرا راضی شدم بعداً بهت میگه. زدمش و اینا بالاخره داستان داشت.